اگر بچه مدرسه‌ای یا دانشگاهی داری، اگر قصد داری یک مدرک تحصیلی رو بگیری یا کارهای رقابتی داری که میخوای برنده بشی، این ویدیو برای توی. من سکینه حسینی هستم که توی فضای مجازی منو به اسم تبسم میشناسین. میخوام در این پست، در این ویدیو برات از جهت شمال شرقی بگم که در فنگشویی برای خرد و آگاهی، برای کسب دانش و موفقیت در کارهای رقابتی تعریف شده. چیدمان این جهت میتونه تو رو به این خواسته هایی که گفتم برسونه. جهت شمال شرقی عنصر خاک رو داره. رنگ عنصر خاک رنگ کرم و زرد هست. تقویت کنندش عنصر آتشه که یعنی رنگ هایی که قرمز، طیف رنگ قرمز میتونه تقویت کنندش باشه. تو این قسمت ما انرژی تحصیلی رو داریم، انرژی خرد و آگاهی رو داریم، انرژی یادگیری رو داریم و چیدمان درست این جهت باعث میشه که فرزند شما اگر دانش آموز هست اون حس رقابتی که باعث میشه که این فعالیتش بیشتر بشه، تمرکزش بیشتر بشه و خواستنش از درونش بیشتر بشه که خودش بره سمت درس خوندن رو بالا میبره. و اگر بچه دانشگاهی داشته باشین همینطور میتونه بهش کمک کنه که زودتر اون مدارک تحصیلی که مد نظرش هست رو بگیره. و انرژی رقابتی که گفتم تو شمال شرقی عنصر خاک و انرژی تیزی داره به اصطلاح ما و این باعث میشه که شما یه جور حس رقابتی و تلاشتون برای برنده شدن بیشتر بشه و این تلاش زیاد شماست که نتیجه میده، نه اون چیدمانی که صرفا اون چند تا وسیله‌ای که ما میذاریم اونجا. اون انرژی رو بالا میبره و این شما هستین که با تلاش خودتون میتونین به اون موفقیتی که میخواین دست پیدا کنین. ما میگیم فنگشویی 30% تاثیر گذاره و مابقی عوامل دیگر رو بستگی داره و یکی از عوامل مهم من هستم که اگر توی موقعیتی قرار گرفتم منم انتخاب میکنم که آیا در این مسیر قدم بذارم، آیا ادامه بدم، آیا تلاشم رو بکنم یا نه. که این تاثیر گرفته از باورها، افکار و عقایدی هست که در رابطه با اون موضوع دارم. یعنی من اگر مثال خودم رو بزنم، من وقتی که فنگشویی کردم، زمانی که یادم میاد اولین کاری که کرده بودم، یعنی چیزی که یاد گرفته بودم از فنگشویی، جهت شمال شرقی بود که اونجا کتابخونه رو گذاشتیم و از همون زمان یادمه دقیقاً ما تو مسیری قرار گرفتیم که آدم‌هایی سر راه ما قرار گرفت که درست زندگی کردن رو به ما یاد داد و این من بودم، همسرم بود و خانواده من بود که خواستن تو این مسیر قدم بذارن، یعنی دوست داشتن که تو این مسیر برن و هزینه هاشم رو پرداخت کردن. هزینهش میتونست زمانش باشه، میتونست با یه سری عقاید و باورهای گذشته خودمون باشه، تغییر نگرش ما باشه که مسلما تغییر دادن یک فکر، یک باور کار خیلی آسونی نیست، گاهی وقتا میتونه خیلی سخت هم باشه، ولی چون ما خواستیم اون شرایط برای ما فراهم شده بود و ما از اون شرایط و از اون فرصت استفاده کردیم و اینجوری میشه که نتیجه میده. این نکته خیلی مهمیه که خیلی از اساتید بهتون نمیگن، که فکر میکنن وقتی میگن که شما این چیدمان و جهت شمال شرقی رو درست کن حتما 100% توی امتحاناتت قبول میشی. نه، این یک دروغ محضه. اون تأثیرش رو میذاره، اون مثل میمونه که شما شرایطش رو برای شما فراهم میکنه، اون انرژی که شما لازم هست بلنشی بری درس بخونی، ولی اگر اون باور و اون فکرت توی ذهنت انگار قوی تر باشه، اون نگرش نسبت به این موضوع که شما درس بخونی فایده نداره قوی تر باشه، مسلما تلاش چندانی نمی کنی و نتیجه‌ای هم که میخوای نمیگیری. مثل این میمونه که شما براتون میخوایم برین از اینجا تو از این منطقه شهر برین یه منطقه دیگه، خب خونت نشستی، فکر کن فنگشویی برات اون اتوبوس یا اون تاکسی یا اون اسنپی که لازم داری رو تو مسیر تو قرار میده و این تویی که بلند میشی لباس میپوشی، حاضر میشی، تدارک سفر میبینی، مثلا پول برمیداری، میبینی اونجا که میخوای بری چه چیزهایی لازم داره و بعد زنگ میزنی، میری سر ایستگاه وای میستی یا میری ماشین رو از طریق گوشی میگیری، میری سوار میشی و اون تو رو سریعتر به مقصد میرسونه.
اینکه اون اسنپ بیاد در خونتو بزنه یا اون اتوبوسی بیاد در خونتو بزنه که فلانی بیا من تو رو ببرم فلان جا، تو رو خدا بیا من ببرمت، نیست. اون فنگ شوی یه جور انگار شرایط رو برای شما فراهم میکنه. این نیست که تمام کارها رو بکنه، بقیه کارها توسط شما انجام میشه. منی که میخوام از اینجا برم تا یه منطقه شهر دیگه، منطقه دیگه شهر، الان بخوام پیاده بلندشم برم خب سخته، یکم زمان بره، انرژی میخواد، خستگی داره، آفتاب گرما سرما داره، کفش خوب میخواد و خیلی سخته، اذیت شدنش بیشتره. شدنی هست، میشه، 100% میشه، ولی خب زمان زیادی میخواد، انرژی بیشتری میخواد. ولی اگه من یک سری ماشین بگیرم سری برم شاید نیم ساعته برسم، چیزی که قرار من پیاده رویم زیاده. وقتی تایم میگیرم از اینجا تا یک منطقه‌ای که میخوام برم برای معمولا با ماشین که میرم، با اتوبوس که میرم 20 دقیقه میشه، با تاکسی که میرم 15 دقیقه تا 12-13 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. وقتی پیاده میرم نزدیک 1 ساعت و 45 دقیقه اینقدری زمان میخواد، 1 ساعت و 20 دقیقه 45 دقیقه بستگی داره. و این تایم رو من باید بذارم اگه بخوام پیاده برم، انرژی رو باید بذارم. و این فنگ شویی اینه که برای شما تاکسی میگیره، اتوبوس میگیره، بستگی به اون عملکرد در رابطه با اون قضیه داره. این نکات خیلی مهمی بود که دوست داشتم بگم بهتون. جهت شمال شرقی جهت عنصر خاک رو داره. گفتم رنگ‌های کرم و زرد رنگ‌های عنصر خاک هستن، تقویت کنندش عنصر آتش هست. یعنی شما میتونید رنگ‌های قرمز، طیف رنگ قرمز از صورتی، نارنجی، سرخابی، بنفش که تون قرمز داره تو این جهت استفاده کنین. میتونید چراغ بذارین. بهترین گزینه برای کسایی که درس دارن یا دانشگاه دارن یا بچه مدرسه‌ای دارن که دوست دارن بیشتر سرگرم درس بشه و علاقه‌مند بشه، میتونه میز مطالعه‌اش رو تو این جهت بذاره، میتونه کتابخونه تو این جهت باشه که خیلی انرژی رو بیشتر فعال میکنه. اگر پسر نوجوان دارین میتونه اتاقش، بهترین گزینه اینه که تو اتاقش توی این قسمت باشه، چرا که حالت رقابتی که داره باعث میشه اون بیشتر تمایل داشته باشه بره درس بخونه تا اون حس رقابتی هم درونیش رو انگار ارضا میکنه، هم اون توی سنیه که باید در حال یادگیری باشه، در حال کنجکاوی باشه و این میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه برای اینکه اتاقش تو جهت شمال شرقی باشه و از این انرژی استفاده کنه. تو این جهت اگر شما سرویس بهداشتی یا حمام داشته باشین یا کسری بنا داشته باشین، مثل اینکه مثلا پله باشه یا بالکن باشه، شما این قسمت رو کم دارید. یعنی چه تأثیری میذاره؟ این میشه که شما مدارک تحصیلیتون خیلی گیر میکنه، این میشه که بچه کمتر درس میخونه و یا اگر سرویس بهداشتی و حمام باشه میتونه حتی کسایی رو به عنوان معلم همه ارزشمندن، همه قابل احترام هستن، ولی هستن آدم هایی که در قالب معلم چیزهای ناخوبی به بچه یاد میدن، یا یه وقتایی معلم بد نیست، حرفی هم که میزنه بد نیست، ولی مطابق اون روش فکری من و خانواده‌ام نیست و این تأثیری که میذاره، اون تنشه، اون تضاده باعث میشه که تو خونه هم تنش ایجاد کنه. امیدوارم منظورم رو درست رسونده باشم. اون تفاوت عقیده و تفکری که معلم داره و اون تفاوت عقیده و تفکری که من مادر پدر دارم و میخوام فرزند من توی این مسیر بره ولی معلم میخواد این مسیر ببره، خب این هم یه جور چالش دیگه و ما رو دچار دردسر میکنه و این تضاده ممکنه برای بچه زیاد خوب نباشه. اگر سرویس بهداشتی و حمام داشته باشین بچه‌تون سر راه آدمای قرار میگیره که چیزهای خوبی بهش یاد نمیدن و بهتره که این قسمت رو درست چیدمان کنیم. کاری که میتونیم بکنیم اینه که مثل پست‌های قبلی، مثل ویدیوهای قبلی که تذکر انگار توصیه کردم، حتما داخل سرویس بهداشتی و حمامتون سنگ نمک داشته باشین، هر روز تمیزش کنین با سرکه سیب طبیعی یا با مواد شوینده بازاری، چون مواد شیمیایی هست و ممکنه به سلامتی آسیب بزنه. من برای همون توصیه نمی‌کنم خیلی و یعنی از اونها میتونین استفاده کنین، ولی خب با رعایت نکات ایمنی که آسیب نزنه به ریه هاتون و تمیز همیشه نگه دارین. نکتهش اینه که تمیز نگه دارین، با نمک یا با سرکه تمیزش کنین و داخلش حتما یه گیاه بذارین، گیاه در آب یا پتوس یا سانسوریا که اون انرژی منفی اون قسمت رو یکم تصفیه کنه. حتما هواکشش سالم باشه
و چیدمانی که میتونیم انجام بدیم که به اون قسمت رو تقویت کنه، که اون قسمتی که سرویس بهداشتی و حمام یا پله افتاده کمبود انرژیش رو جبران کنه، میتونیم دیواری که پشت اون هست رو شما چیدمانش رو درست کنید، چیدمانش رو تقویت کنیم. میتونیم آباژور بذاریم، میتونیم شمع روشن کنیم، میتونید چراغ بذارید، رنگ‌های کرم، زرد، قرمز، کرم، زرد، طیف رنگ قرمز رو اون قسمت بذارین. از وسایل سفالی استفاده کنین که اون قسمت رو تقویت کنید. چیزهایی که تو این قسمت نمیتونیم بذاریم، رنگ‌های آبی، سیاه، سرمه‌ای ممنوعه چون عنصر آب هستن. رنگ‌های گل و گیاه هم تو این قسمت نداشته باشین چون عنصر چوب رو داره و باعث تضعیف عنصر خاک میشه، کلا خاک رو ضعیف میکنه، بچه‌تون توی درس خوندن خیلی ضعیف میشه، تنبل میشه و خیلی دردسر داره. و فلزات هم تو این قسمت نداریم ما چون عنصر فلز رو داره و برای خاک تضعیف کننده است. آب نما و آکواریوم هم تو این قسمت ممنوعه چون عنصر آب رو داره و برای عنصر خاک مخربه و تو این قسمت نمیذاریم. اینها نکاتی بود در رابطه با جهت شمال شرقی. تابلوها و مجسمه هایی که تو این جهت میتونه استفاده کنیم، میتونه تابلوی ونیکات یا کتاب مقدسی که شما قبولش دارین برای آیین مذهب دین شما هست، میتونین تو اون قسمت بذارین. میتونین از اسماء خداوند تو این جهت استفاده کنین، خیلی خوبه. کتابخونه تو این جهت میتونین بذارین. از مجسمه افرادی که از نظر علم و خرد و آگاهی قبولش دارین، مثلا ما توی ایران ابوالقاسم فردوسی داریم، خیام داریم، زکریای رازی داریم. از این جور مجسمه اگر دوست داشتین و اون شخصیت رو دوست داشتین و علمش رو قبول داشتین، میتونین تو این قسمت بذارین. بعضی هم عکس انیشتین میذارن، ایلان ماسک، چه میدونم، از این شخصیت هایی که از نظر ذهنی بالا هستن و قبولش دارین، میتونین عکسش، نمادش یا مجسمش رو تو این جهت بذارین که انرژیش برای شما هم فعال بشه. مطمئن باشین در طولانی مدت تأثیرش رو میبینین. من به کرات دیدم کسایی که فنگشویی کردن براشون و خانمی که بچهش رو براش اتاقش رو فنگشویی کرده بودیم، اتاقش رو تو جهت شمال شرقیش رو عکس ایلان ماسک رو گذاشته بود و عکس یک شکلی که حساب انگار در رابطه با مغز و عملکرد مغز و کارهای کامپیوتری و هوش مصنوعی اینا بود، انگار تلفیق شده بود و اینو گذاشته بود تو جهت شمال شرقی و اتاق بچهش. و الان دقیقاً بچهش شاید 1.5 سال 2 سال هست گذشته از اون قضیه. توی رشته هوش مصنوعی با اینکه سن کمی داره، خیلی داره مدارج بالاتری رو میره و خیلی کارهای قشنگی داشت انجام میداد با استفاده از هوش مصنوعی و این خیلی جالب بود. و خودشون میگفتن تاثیر همون عکس ایلان ماسک و اون تصویر هوش مصنوعیه. میگفت خیلی علاقه پیدا کرده به این کارها و داره این کار رو ادامه میده. کلاس ثبت نامش کردن، خود بچه انگار مسیرش رو پیدا کرده و پدر مادر حمایتش کردن و اون رو کمک کردن تو مسیر بمونه و انشالله که به درجات بالاتر هم میرسه. همونطور که گفتم فنگشوی یک وسیله است، یک موقعیته که کمک میکنه شما ببینید شما چی میخواین چی نمیخواین و شما این که فرصت ها رو استفاده میکنید. و این تاثیر فنگشوی از نمادها، تصاویر درست در محیطه. امیدوارم که مطالب امروز به دردتون خورده باشه. دوستتون دارم. سابسکرایب کنید، همراه هم بمونید تا ویدیوهای بعدی.